سلام. دومین شنبه سال 93 تون به خیر و خوشی. آقا این روزا پاتو هر جای ام‌القرازه ولایت که بذاری صدای روزخونی و گریه‌زاری میشنوی. حالا چی شده؟ جوابشو از خرچنگ ولایت بشنوی که با دل کباب شده و زبون تاول زده یکی از مصیبت‌های عظما رو اینجوری غرغره میکنه. در رابطه با شهادت طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر هست. طلبه 19 ساله، من روز اول مجروح شدنش به عیادتش رفتم. دنیای ماتم و حزن را به خودم دیدم که در جمهوری اسلامی در بهار حاکمیت دین چرا اراذل و اوباش این چنین میدان پیدا کنند که طلبه 19 ساله را با چاقو بزنند و بدتر از آن چند تا بیمارستان ببرند و نپذیرند. سرانجام یک بیمارستان خصوصی با 6 میلیون تومان پول بیان او را بپذیرند. ببین خرچنگ، ننه من غریبم بازی در نیاد. فیلم هندی هم واسه ما بازی نکن که اصلا به ریختت نمیاد. روانشناسی آخوندای روانی تو مشت موشکافه. چجوریه که وقتی هزار تا بسیجی یه بار مصرف تو جبه ها مصرف می شدن کک تو امامت نمیگزی؟ حالا چی شده که واسه یه طلبه هند مصیبت ماتم شدی؟ 2 نکته در این رابطه گفتنی است. نکته اول این است که مسئله امر به معروف و نهی از منکر یک اصل قانونی است. اصل 8 قانون اساسی تأکید داره بر مسئله امر به معروف و نهی از منکر. نباید این اصل زمین بمانه، چون میدانم بی اثر هست روش تأکید نمی کنم. امام فرمود ما وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل میدهیم. ما میگیم این پیشکش، اما 3 قوه دنبال یک راهکاری باشند که دیگر ما شاهد این فجایع نباشیم. نفهمیدم چطور شد؟ قانون اساسی ولایتو که زدی زمین و اصل و اساسشو گچی کردی. به حرف ناکام مونده امامت هم گفتی پیشکش. سیدعلی رو نگاه کن که با کی میخواد بره سیزده به در. یعنی تازه انتظار داره 3 قوه یه کاری بکنن. آخه این چه درد بی درمونیه که 3 قوه باید یه کاری بکنن؟ نکته دوم هم این است. چی؟ نقطه دوم یا نکته دوم؟ مثل که پاچ قاطی کرد یا خرچنگ امامه دار. اصلا بلش کن، نقطه نخواستی. ته حرفتو بزن ببینیم چی میخوای از جون برای حکومتی. من یک کلمه دارم، یک کلمه اینه: رؤسای محترم قوه قضاییه طوری عمل کنید که مرتکبان منکر احساس کنن فضا براشون امن نیست که هر غلطی خواستن بکنن و آمران و ناهیان در امان باشن. ای بنازم جوانای بامرام و هموطنو که حالی از شما آخوندا گرفتن. حالا خودشون احساس امنیت میکنن و شما با اون همه محافظ و آدمکش که دورتون هست در امان نیستین. ماشاءالله به این جوانای مهارت که چوبا همچی اساسی کردن تو چرخای دلنگون ماشین سرکوب سیدعلی. من میخوام بارو داغون بکنم، ریخته شد دون بکنم، باور و بچ نظامشو قیمه بادم چون بکنم، به صف مشت و سیلی فیسشو مهمون بکنم. اما خرچنگ بیا و از این آبگور گیری ها بگذر. بیا و جای این شیلنگ تخته ها صاف برو سر اصل مطلب و بگو ولی امرت از چی میترسه؟ وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم نهادهای فرهنگی غیر دولتی مثل حوزه علمیه،
مثل دفتر تبلیغات، مثل سازمان تبلیغات، همه باید مراقب باشند که تساهل و تسامح فرهنگی و لیبرالیسم فرهنگی اصطلاحاً این رخنه به فرهنگه. شبه افکنی خیانته، شبه افکنی جنایته. این دقیقاً مثل اینه که یکی بیاد میکروب رو در سطح جامعه پخش کنه و بعدم بگه پزشکا بیان جلوشو بگیرن. هیچ منطقی اجازه چنین چیزی را نمیده. زهر زده سلول به سلول جسم ناقص ولایت و درب و داغون کرده، بعد این یارو فکر میکروبه. خب بقیهش از سه تذکر دیگر صرف نظر میکنم، چون میبینم از اون تحلیلی که وقتش الان هست میگذره. منم مقید به ساعت هستم که زیاد مزاحم وقت شما به خصوص در این ایام نوروز نباشم. برو شرت کم، تا همین جاشم زیاد ارزدی. اصل قضیه این بود که فهمیدیم بالا تا پایین نظام، از دانشگاه و مدرسه و وزارتخونه و حتی حوزه‌های آخوندی، همشون سوراخن. بی خود نیست که نواسه عظما حالی مونده، نواسه کوسه. دیگه حال به آدم میمانه، احوال به آدم میمانه، دیگه حال به آدم میمونه. نه حالا احوالی به آدم میمونه، نه بلا. موشکار